رو مریم میدونی. سلام، چه خانم زیبا مجردی. دکتر شوهر من الان باهاتون داخل اتاق عمل بود. آفرین، نکتهش همینه. قبل ازدواج برای من صندلی میکشیدین، الان همینجوری خود راحت میشینید دیگه. آره ای بابا، اجازه هست؟ وای مرسی، خیلی ممنونم، متشکرم. اگر بطری افتاد امتحان چهارشنبه کنسل بنویس. بعد چپ بخوره یا آیت الکرسی خوندن. جون توی تو تاکسی برو گرفتی؟ آره حالا یک دو گرفتی؟ آره حالا یک دو